توجیکستان و جهان را در 15 دقیقه دیگر من شالوگل خوجا تقدیم شما میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است. قبل از همه میبینیم که در برنامه امروز 19 ایول کدام گزارش را داریم. در حالی که تحقیق سبب سرزدن آشوب‌ها در دو محبس توجیکستان ادامه دارد، رهبران چندی از زندان‌ها عوض گردید. در نیم سال 10,000 زاده توجیکستان شهروندی روسیه را صاحب شدند و هزارها نفر دیگر در فکر اقامت دراز مدت در این کشور هستند. از شماره 1,300,000 مهاجر توجیک 128,000 نفر اجازتنامه موقتی زیست و 123 نفر اقامت دائمی زیست در روسیه را دارند. امکان شفایابی موجود است اگر مبلغ باشد. والدین پسر بچه گرفتاری سرطان برای انجام جراحی به کمک محتاجند. مبلغ چیشه جمع کردیم و همین خیمه و چی و با همون چی جراحی برای جراحی سوندن. شروع میکنیم از خبر دیگر. بانک ملی توجیکستان در یک بیانیه پالاتای حساب را به نشر اطلاع ناصحیح و لطمه زدن به آبروی بانک متهم کرد. در بیانیه بانک از روز 19 ایول آمده است اظهارات پالاتای حساب درباره افشا کردن میلیون ها سومانی ضرر مالی در بانک ملی باعث افکار نادرست در جامعه میگردد و به نفوذ و اعتبار بانک ملی توجیکستان تاثیر منفی میگذارد. روزی از این پیش رئیس پالاتای حساب در نشست خبری در دوشنبه گفت که هنگام سنجش فعالیت 6 ماهه بانک ملی توجیکستان و امانت بانک به مبلغ 9.1 میلیون سومانی خسارات مالی آشکار کرده شده است. امروز رئیس جمهوری توجیکستان در یک ملاقات با رهبران تازه انتخابی ساختارهای نظامی و حفظ حقوق طلب کرد که نسبت فعالیت خود مناسبت جدی داشته باشند. بنابر گزارش دفتر رئیس جمهور، طاهر نورزاده معاون مدیر آژانس مبارزه با کروپسیون از کار آزاد شده به جای او مظفر احمدزاده تعیین گردید. امام علی رحمان همچنین با قرار دیگر جمشید سید شاهزاده را معاون اول مدیر همین نهاد تعیین کرده است. بر علاوه در ساختار مرکزی سرریاست زندان‌های وزارت عدلیه تغییرات صورت گرفت. میرزا نبی خالقزاد میگوید به دنبال 2 آشوب مرگبار و هلاکت 14 زندانی رهبران 3 زندان نفی شدند. منصور جان عمرов سردار ریاست اجرایی جزای وزارت عدلیه تاجیکستان امروز پس از ملاقات با پرزیدنت برای آزادی گفت که چند رهبری از مؤسسه‌های اصلاحی عوض کرده شدند که با سبب‌های مختلف طی چند مدت اخیر آنها برکنار شده بودند. امروز این رهبران نو با مصلحت و مشورت پرزیدنت تاجیکستان از نو تعیین کرده شدند. طبری گفته می شود یکی از این محبس‌ها محبس رقم 3 و دیگر محبس رقم 1 و محبس رقم شهر دوشنبه یعنی محبس رقم 6 می باشد. اما طبر ما قبلا یادآور شده بودیم در محبس رقم 3 که با حادثه آشوب محبس خوجان معروف است و در اونجا طبر مقامات گفته بودند حدود 21 نفر کشته شده بود. رهبر این محبس فیض الله سفرزاده از وظیفش برکنار کرده شده بود. گفته میشد برای 4 سال از آزادی محروم کرده شد و امروز پس از ملاقات با پرزیدنت طبری که منصور جان عمرов گفت رهبری نوی آن تعیین کرده شد. حادثه محبس خوجند که در ماه نوامبر سال گذشته رخ داده بود پس از گذشت چند ماه دیگر در ماه می سال روان در محبس با نام کرپیش نیز همین گونه آشوب برخاست و در اونجا نیز تقریبا 39 نفر کشته شدند. به دنبال این در اول همین ماه ایول هنگام انتقال 127 نفر محبوسا از خوجند به دوشنبه 14 نفری آنها نیز دچار مرگ شدند و طور منصور جان عمرов امروز گفت که سببش این بود است که خلب زهرآلود استعمال کردند. اما نزدیکان این فوتیده ها در صحبت های ویدیویی به رادیو آزادی گفته بودند که آنها بر اثر لط و کوب و شکنجه حتی تا زمان انتقال به دوشنبه آنها جان دادند. ولی منصور جان عمرов این را کاملا رد کرد و به طور قطعی گفت که از این حادثه خیلی متاسف است و آنها به هیچ صورت بر اثر لط و کوب کشته نشدند و آنها یعنی زهرآلود شدند و در حال حاضر نیز تفتیشات ادامه دارد و نتیجه نهایی آن در روزهای نزدیک اعلام کرده می شود. اکنون از زندان‌های روسیه میگوییم. کارشناسانی که اذیت محبوسان در زندان‌های روسیه را تحقیق میکنند ابراز داشتند که آنها نوارهای بیشتری اذیت محبوسان در محبس شهری یاروسلاو را پیدا کردند. این نوارها را هفته روان روزنامه روسی نووایا گازета نشر نمود. این تحقیقات سال گذشته آغاز شد.
он замон новая газета аввалин навори шиканҷаи дастаҷамии маҳбусон аз тарафи нозирони зиндони Ярославро нашр кард. баъд аз он нозирон тамоми наворҳоеро ки камераҳои насбшуда дар тани онҳо сабт карданд аз байн бурданд, вале коршиносон тавонистанд чанде аз ин наворҳоро барқарор кунанд ки бинандаро ба даҳшат меоранд. با وجود آن که شماره زادگان تاجیکستان نیز در محبس‌های روسیه زیاد می‌شوند و مهاجران تاجیک پیوسته از فشار و اذیت در این کشور شکایت می‌کنند، اما باز هم تعداد تاجیکانی که می‌خواهند شناسنامه سرخ داشته باشند کم نمی‌گردد. مقامات روسیه در یک نشست خاص در دوشنبه امروز گفتند که در یک سال اخیر شماره مهاجران تاجیک در این کشور افزوده است. گذشته از این یک گروه کاری حالا دادن اجازه ورود به مهاجران اخراج شده را بررسی دارد. در 6 ماه اخیر بیش از 10,000 مهاجر تاجیک شهروندی روسیه را گرفتند. بنا به اطلاع مقامات روسیه، شمار مهاجران تاجیک در این کشور مخصوصا مهاجرانی که با حق اقامت روسیه را مکان زیست انتخاب کردند افزودند. مقامات روسیه در نشست عاید بر روند مهاجرت در دوشنبه گفتند در این کشور هر سال به 20,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی پیشنهاد می شود. سبب افزایش هم در آن است که تاجیکستان یکی از دو کشور پساشوروی است که شناسنامه روسیه را بدون دست کشیدن از شهروندی خود قبول می کند. در مجموع 250,000 مهاجر رسما حق اقامت در روسیه را دارند. از شماره 1,300,000 مهاجر تاجیک 128,000 نفر اجازتنامه موقتی زیست و 123 نفر اقامت دائمی زیست در روسیه را دارند. بنا به اطلاع مقامات روسیه در یک سال اخیر میزان مهاجرت تاجیکان به این کشور در مجموع تا 4% افزوده، اخراج آنها از روسیه برعکس کاهش یافته است. دلیل همین بوده است که حقوق ویرانکنی مأموری از جانب مهاجران تاجیک در 6 ماه اخیر 34% کم شده است. مقامات تاجیک و روس میگویند برای رسیدن به این نتیجه آنها در میان مهاجران کارهای زیادی انجام دادند. این از یک طرف از آن شهادت می‌دهد که از طرف ساختارهای مربوطه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خصوصا خدمات مهاجرت کارهای اطلاعاتی فهماندهی در بین شهروندان جمهوری تاجیکستان در 3 دوره مهاجرت یعنی تا سفر، در دوره سفر و بعد بازگشت و راه مانده شده است، هم از موقع خدمات مهاجرت و هم از موقع نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه عاید به مهاجرت. در نشست عاید به مهاجرت متخصصان و سازمان‌های جهانی کار با مهاجرت از اخراج مهاجران تاجیک با سبب‌های ناچیز و مشکلات فراوان آنها در کشور مهاجرت تاکید کردند. متاسفانه چنین قرار را تنها فدراسیون روسیه دارد. برای خردترین قاعده ویرانکنی ممکن است مهاجر جریمه شود یا جزای سبک ببیند، نه از کشور رانده و از حق کار محروم شود. باید نهادهای مسئول تاجیکستان و روسیه در این مورد چاره‌های ضروری اندیشند. کارشناسان همچنین به یک پهلوی نوی مهاجرت تاکید می‌کنند. بنا به خلاصه آنها در دوام 2-3 سال آینده انتقال مبلغ از جانب مهاجران تاجیک تا 50% کاهش می‌یابد. سبب این است که مهاجرت حالا عائلوی شده است. اگر قبلا او برای عائله و والدانش پول می‌فرستاند، حالا او همسر و فرزندانش را با خود برده است و فقط برای والدانش پول می‌فرستد. مقامات روسیه در این نشست اطلاع دادند که حالا گروهی ویژه مشترک تأسیس یافته مسئله اوف مهاجرانی از روسیه اخراج شده بررسی می شود. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک زندگی می کند و مبلغ انتقالی آنها چرخه اساسی اقتصادی تاجیکستان گفته می شود. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. حالا در باره سرنوشت کودک نقل میکنیم که آرزو دارد 1 سپتامبر به مکتب رود. برای عملی شدن این آرزوی پرویز 11 ساله مبلغ لازم است. او گرفتاری بیماری سرطان می باشد و برای نجات او والدین دست کوتاهند. معالجه این نورس در وطن مشکل تر است، اما جراحیش در خارج ارزان نیست. با وجود درد که روز از روز غلبه می کند، پرویز به شفا یافتن امید می بندد. امیدی که با کمک افراد خیرخواه می تواند برآورده شود. سرانگیز نوروز و شادمانی یتیم در این باره می گویند.
پرویز 11 ساله یک سال اخیر زندگی خود را دور از مکتب در چهاردیوار خانه و بیمارخانه سپری کرده است. من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم. خودت میخواستی مکتب روی؟ نمیتونستی؟ نه. برای چی؟ گردنم به من وزنی کرد. پرویز را والدان تیر ماه سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشین به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوعی لیمفوم را معین کرد. 2 کورس خیمیا گرفت، بعد وای رفتیم همین بدخشان رست شد سخت یک ماه ماندیم و جای چی همین خنکیش نزند آورده نتوانستیم. بعد وای با بشر خارق آوردیم، 2 کورس لیچینی او گرفت. پرویز تا امروز 4 مرحله طبابت کیمیا درمانی را پس سر کرده و جراحی شد، اما به گفته والدان ورم گردن او تا رفت افزایش می‌یابد. درد میکنه. چه خیلی از کجاش درد میکنه مثلا؟ هیچش. طبیبان تاجیک سبب افزایش آماس را ویرانکنی رجه طبابت نام میبرند. لیمفوما در او دیده میشد و در ماه نوامبر ماه نوامبر 2 بخش طبابت شیمیایی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعت ننمود. بنابراین در عین حال در پرویز افزایش بر دوام آماس دیده میشد. والدان پرویز میگویند به دلیل بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند از بدخشان به پایتخت بیایند و معالجه را در خاروغ ادامه دادند. حالا که ورم یک قسمی روی پرویز را گرفته است و به گفته والدان دیگر اینجا برای طبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز را برای جراحی به مسکو میبرند. همین جو که همین هوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده است. برای ما مجبوریم به همین روسیه بریمش. یک قسمی مبلغ طبابت را آنها با راه اندازی معرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغ باقی مانده والدان پرویز به کمک نیاز دارند. هم مبلغش همین مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمیا و چی و وازی با همون چی جراحی برای جراحی سوم در کار. همین $6,000 دیگر در کار برای جراحی. طبق آماری رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. و باید قید کنم که با بیماری خوچکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت می‌یابند اگر با شرط آنکه پدر و مادر سری وقت مراجعت نمایند و سری وقت طبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند. معمولاً خراجات طبابت کودکان بیمار به دوش والدان است که به هر وسیله ممکن تلاش می‌کنند فرزندان خود را نجات دهند. برای این کار بیشتر به والدان، سازمان و بنیادهای مختلف و افراد خیرخواه کمک می‌رسانند. والدان پرویز امید دارند با دریافت مبلغی ضروری فرزندشان در مسکو جراحی و صحت می شود. پرویز هم آرزو دارد هرچه زودتر آماس گردنش نیست شود و در سال نوی تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود. سالشم قدی هم صنف مکتب را. صنف چند میخوندی بود؟ صنف 5. ما نیز امید می‌بندیم که بلیط هواپیمای پرویز بر روسیه چیپتای بختی و برای برگشتن به زندگی سالم می شود. امروز خبرگزاری روسی با تکیه به اظهارات رسمی ریاست خدمات فدرالی امنیتی اوغوتستان نوشتند که خادمان این ساختار شهروندان تاجیکستان را هنگام نمازگزاری بازداشت کردند. گویا سرکرده این نفران یک شهروند تاجیکستان نمازگاه غیر قانونی تشکیل داده در آنجا پیوسته مواد منع شده افراطی را تبلیغ می‌کرده است. در ادامه خبر گفته می شود که گویا با عضویت این سازمان افراطی اعضای نو از حساب ساکنان جمهوری پذیرفته می شد. مظفر سنگالیف رئیس سامانیان جمعیت تاجیکان در یاقوتستان میگوید سنجش 2 ماه پیش بود و معلوم کرده بود که این جوانان به هنگام نماز تراویح ماه رمضان بازداشت شده همان زمان آزاد گردیدند زیرا هیچ رابطه با افراطگرایی و جنایتکاری ندارند. بینندگان عزیز اینجا برنامه امروز را به پایان میرسانیم. از همه شما سپاسگزاریم که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. گزارش بیشتر از این در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. اخبار روز را در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. برایتان استراحت با فراغت می خواهیم. خدا نگهدار.